نزدیک کریسمس میخوایم در مورد 10 تا سنت عجیب تو 10 تا کشور مختلف صحبت بکنیم. تو مثل اینکه خیلی تو حالا هوای کریسمسی اینطوری کن هم من هم جک هم تو هم جک چیه؟ خیلی کریسمس رو دوست داریم چون میدونی من از بچگی بزرگ شدم. کریسمس خیلی باحال. کوکوسانس بخوریم توی کریسمس. دارم این ور نگاه کنم اینطوری کن دوباره. چه خبر؟ چی میخوایم بگیم؟ ببین اول که الان این کلا اینا رو گذاشتیم میذاره فاز کریسمس داشته فقط وسطاش امکان داره که این گرمه، هم گرمه هم میذاره موهام بلند شده، این کلاه داره به فشارم میاد. راستشو بخواید خیلی وقت ولی جک هم بعد این یارو کلاشو بردارم چون جک کلاش رو نره. میترسم نمیتونم جدی صحبت کنم. خب من همینطوری یه ایده به ذهنم رسید. میگم که مثلا دیدی نزدیک سال نو که میشه من یه ذره احساس میکنم صدام توی میکروفون گیرم مشکل داری باش. ما نزدیک سال نو خودمون نوروز یه سری چیز تردیشن چی میگن؟ سنت. اصلا اینجا اندو باشه تموم شد دیگه. یه سری سنت ها رو داریم که خب خودش هم جالبه. حالا هر شهری هم واسه خودش یه دونه سنت خاص خودشو داره. یه سری چیزاش هم جنرال برای همست. سنت نیکو پسندیده. من می‌خواستم ببینم که کریسمس هم همچین چیزی رو داره که مثل این که همچین چیزی وجود داره. اولیش که خیلی جالب بود واسه خودم. حالا میگم ببین قرار نیستش که همه اون آدمو تو اون کشور این کارو بکنن. متوجه منظورم چیه؟ یه سنته که حالا توی اینترنت اومده که وجود داره. شاید اصلا شهرهای کوچیک روستاهاشون به هر حال همچین چیزی بود. شاید هم واقعا باشه. نمیدونیم. اگه بچه‌ها از این کشور رو دنبالمون میکنن میتونن بگن که واقعا این هستش یا نه. الان برای چند تا کشور رو میخوام بگی؟ 10 تا کشور. 10 تا رو میخوام بگم. ببین اولیش ژاپنه. به به. خوردن KFC تو کریسمس ایو. عجیب نیستش؟ آره. این داستان زمان ببخشید من از رو میخوام خیلی پیچ زیاده، مجبورم بعضیا رو از رو بخونم که یادم نره، تاریخی نام داره. مثل اینکه یه کمپین تبلیغاتی مرغ سوخاری را میفته که این کمپین نزدیک به کریسمس بوده. این چیزی که من متوجه شدم. این خودش میشه یه جورایی یه سنت که از سال 1970 دیگه داستانی میشه که نزدیک کریسمس همه فراید چیکن بخورن، مرغ سوخاری بخورن. KFC پس دقیقاً KFC کی اومده اصلا؟ نمیدونم ولی خب با نام KFC بر من اومد. حالا فرض کن احتمالاً مال KFC بوده، احتمالاً تاکتیکای مارکتینگ آمریکایی که اصلا یه جوری میشه که دیگه نزدیک کریسمس زودتر میرن مرغ کنتاکیشون رو میخرن چون تموم میشه اون روز. شاید مثلا چیز تانکسگیوینگ روز شکرگزاری که میرن، یا مثلا ما که سبزی پلو مثلا میخوریم، آش 13 به درا، نمیدونم مثلا کاو سکنجبین، همین چیزا رو ما داریم دیگه. حالا هر شهر متفاوت. پس اولیش فراید چیکن توی ژاپن. درست شد؟ بله. چیز دیگه ای که وجود داره توی خودم میبینم خنده. تو سوئد. تو سوئد میان یه قسمتی از دانالد داک رو نگاه میکنن. این یه قسمتیشه که تو سال 1958 اومده از تلویزیون که حالا برای دیزنی هم. آره برای دیزنیه. آره. اون چیزشو سخته بخونم. سوئدیش میگن دیگه، سوئدیش. آره. ولی داستانش اینه که دانالد داک و دوستانش برات کریسمس خوبی رو آرزو میکنن. اسم قسمتش اینه. میشینن اون قسمت رو نگاه میکنن. به سوئدیش هم نوشتید. کله آنکا و چانس وانر اونسکا گاد جول. خیلی سخته. دانالد داک and his friend wish you a merry Christmas. آره. پس اینو میشینم نگاه میکنم. نمیخوام. چی شده؟ آقا یه کات بدیم. آره یه کات بدیم این دربی. خیلی گرم بود. آره من اصلا گوشته بودم. البته جک رو نگر داشتم. راستشو بخوای جک هم مثل خودت ماش وضعیتش. نه داره هنوز. ولی خب خیلی جک توی این
درست شده ها. جک نداشتم من خودم این تو. جک و لباسش با هم دیگه است. جک و لوبیای سرامیک. خب پس سوئد هم داستانش اینطوری بود. یه قسمتی از دانلد لاک رو نگاه میکنم. یه دونه دیگهش نروژه که میان رفتی اسکاندیناوی کلا. آره به ترتیب. نروژ چیکار میکنن؟ بذار بخونم دقیقاً. برای کریسمس ایو خب یه اعتقادی دارن که اون شب روحای خبیث و نمیدونم جادوگرا اینا میان جاروهاشون رو قایم میکنن که اینا نه جاروها رو بردارن بدزدن پرواز کنن برن. اینا خیلی باحال بود، جالب بود که این کارو انجام بدن. الان کسی جارو مگه استفاده الان جارو برقی‌ها رو قایم. الان یارو الکتریک رباتیا هستش. بعدیش مال ونزوئلا توی کاراکاس. آره کاراکاس اگه اسمش اشتباه نگفته باشن. رولر اسکیت میکنن. رولر اسکیت میگن که اسکیت بازی میکنن. اون روز کریسمس ایو کلیسا رو با اسکیت میرن و خیابونا رو میبندن کلا که فقط اینا بتونن با اسکیت برن. اینم خیلی جالب. حالا هر کدوم اینا باید مثلا یه منطقی یه چیزی داشته باشه که اومده تو این اون پشت در بیاری ببین داستان چیه اصلا. ما فقط اینا رو من جمع آوری کردم که در موردش صحبت کنم. توی اتریش یه چیزی هستش میگن که یه کاراکتریه که یه شب قبل از کریسمس یه نوع حالت مثلا شیطانی مثلا همین چیزای خبیث و نمیدونم اسمش هست چقدر سخته. کرامپس. این کرامپس وظیفش اینه که شب قبل بیاد بچه‌هایی که مثلا چی میگن بیادبن مثلا شیطونن اینا رو مثلا میاد تنبیه میکنه که حالا الان یه جورایی مثلا حالت یه آدمی میاد مثلا این لباسو میپوشه کنار مثلا من عکساشو دیدم شبیه بابا نوئل بعد آفرین میاد مثلا کنارش مثلا بچه دست بغل اونم از داره عکس میگیره. ولی خب یه همچین چیزیه که میگن شب قبل کریسمس این مثلا میاد بچهای بدو تنبیه میکنه. این برمیگرده مثلا به اون مام بابایی که اینو درست کرده بودن. چقدر شیطون بودن، چقدر فکر کردن که گفتن بذار یه چیزی درست کنیم این بچه رو بتونیم بزنیمش. بعدیش برای اوکراینه. اوکراین میان درخت کریسمس رو با تارعنکبوتای مصنوعی دکوریشن میکنن. دکورش رو با تارعنکبوت میزنن، با هالووین میکسش میکنن. آره. حالا داستانش اینه که این برمیگرده به یه داستانش اینه که برمیگرده قضیهش اینو برمیگرده به یه داستان افسانه‌ای قدیمی که مثلا یه خانواده فقیری بودن دم کریسمس هیچی نداشتن، یه دونه عنکبوت میاد دکوریشن این درختشون رو تار میزنه براشون نزدیک کریسمس و میگن وقتی این اتفاق میفته خوشیومنی میاره، خوش شانسی با خودش میاره. معجزه بوده دیگه اونه. حالا دیگه عنکبوته و این کارم میکنن. پس بر این مثلا معلومه بر مبنای یه قصه قدیمیه که این کارو انجام میدن. جالب. توی گواتمالا خب چیکار میکنم؟ میخوام چیزشو بخونم. لا کوئما دل دیابلو. این چیه؟ Burning the Devil. شیطونو میسوزونن. این نوشته که میان مثلا یه آتاشخال و اینا رو همه رو جمع میکنن، روش یه ساینی از مثلا شیطان یا باز مثلا اون سیمبولای ترسناک و خبیث. چقدر خبیث رو گفتیم. آره. اینو آتیش میزنن. آره خبیث. اینو آتیش میزنن که بگم مثلا روح شیاطین و اینا دیگه تو سال جدید دنبالشون نباشه. شیطون هشتمیش توی پرتغاله. خب که پرتغال میخوره. نه پرتغال بخورن. توی پرتغال شامی که میشینن خب غذا در توش صحبت نکن. آره گوشتمون هم هستش. میزی که میچینن یه سری صندلی خالی داره و اون صندلی خالی واسه اقوامیه که رفتن فوت کردن، برای اونا هم خالی میذارن. یعنی صندلی خالی شما حواست باشه نشینی. اگه پرتغال رفتی صندلی خالی رو نشین، برو بشین. چه وای غذای منو بدی من برم. آره داستانش اینطوریه که یه سیمبولی از این که اون کسایی هم که نیستن بیان بمونن و میگن که این کارو که میکنی گلچین میکنن دیگه، چون طرف مثلا یه خانواده داشته باشه یه 7-8 نفر رفته باشن یه خدا بیامرز شده باشه. و پرتغال اگه کسی داریم اینو به ما بگه. بعد میگن این کارم باعث میشه که مثلا دوباره خوبی رو با خودش بیاره.
خیلی جالبه که مثلا بحث، حالا اکثر اینا رو اگه دقت کنید کشورهای اروپایی رو داریم صحبت میکنیم. آره. به خاطر اینکه اروپا هم مثلا ایران، مثل میدلیست، کشور اینطوری هیستوری داره، تاریخ داره. یا آمریکای جنوبی مثلا ونزوئلا تو اینا همشون تاریخ داره. وقتی یه کشوری تاریخ داره از اون ور فرهنگ هم داره. یعنی چیزهای متفاوت داره، تردیشن‌های متفاوت. هر چقدر خب یه کشوری تازه تأسیس‌تر باشه از نظر این بک‌گراندهای فرهنگی کمتر آقا مسلم دیگه. آره. بر همین خیلی جالبه و همه اینا یه چیزو دنبال میکنن. این هم اینه که بدی بره خوب بیاد. مثل چهارشنبه سوری زردی که من مثلا از تو، سرخی تو از من. آره یه همچین چیزی که میگم مثلا حال بد بره حال خوب بیاد. دوتای آخر توی ایتالیا لا بفانا میدم لا بفانا اگه درست گفته باشم معنیش همون جادوگر میشه یا ساحره میشه. داستانش اینه که به جای اینکه بابا نوئل بیاره این کادو میاره. آره این کادو رو میاره. آره یه جادوگریه که این جادوگر خوبه ولی خب کادوهای بچه‌ها رو این میاره. لا بفانا آره لا بفانا احتمالاً که نه دیگه ترجمهش میشه همون جادوگر. آخریش برای چکه. من انقدر یعنی اگه به نشون خیلی جالبه میدم میفته نه طوری اومدم پایینش میبینی خط کردم. انقدر که سخت من نمیفهمیدم اکشنی که میگیرن چطوریه، خیلی عجیب بود. داستانش اینه که خانمای مجرد توی چک میان کفششون رو پرتاب میکنن. سیندرلا باشه. آره کفششون رو پرتاب میکنن. حالا این داستان کفش پرتاب هی خون افتاد خدا این منظور از این کفش پرتاب یعنی میندازم به یکی بخوره بعد بگیرتشون گوله مگه؟ خب آره دیگه. ولی داستانش اینطوریه جلوی در خونهشون وای میستن، یعنی این اگه در خونه باشه این جلو وای میستن. حالا بدید چه تعریفی دارم یارو مثلا زنگ میزنه چک میگه نه چرت نگو اصلا این نیست چک نگو وای میسته پشتش به در جلوی در خونه وایساده کفششو پرتاب میکنه از بالای شونش. خب این کفشه وقتی میاد پایین اگر نوک کفش سمت به خونه باشه یعنی نو خبری نیست امسالا. خب سبزش گره یعنی نخورده. آره یعنی جلوی کفش هنوز به سمت خونه، یعنی هنوز خونه مامان بابایی باید بمونی تا آقایی بی. اگر کفش پرت شه نوک کفش سمت بیرون باشه یعنی که ددری بای آره امسال سالشه. این خب اگه کج بیفته چی؟ اگه اینطوری بیفته نمیدونم یعنی داماد سرخونه میاد. اگه اینطوری افتاد بابای عروس خودشو میزنه ای بابا یکی دیگه سربارمون قرار بشه. لاف فنا. اینم آره دیگه یعنی نشون میده که سال جدید ازدواج میکنن یا ازدواج نمیکنن. مردا ولی کار خاصی نباید انجام بدن. مردا این فقط زنای مجرد بود. حالا مثلا 10 تا کشور جدا کردن. بعد خیلی داشتم فکر میکنم ما همینطوری به خاطر اینکه قبلش چیزی رو تنظیم نمی‌کنیم. حالا میخوام بگم تو چیزی ذهنت رسیده مثلا توی حالا مثلا جاهایی که بودی یا مثلا نه راستشو بخوای کار عجیب غریبی نمی‌کنم. ببین مالزی که کار خاصی انجام هم میرفتن همه بیرون و کلاب و این داستان. چون آخه گفتی الان یه کشور وقتی عقبه زیادی داشته باشه خب مالزی 50 خورده ای سالشه اون کار خاصی. آره باشم با یوکی و اینا داستان داره. هند هم یادم نمیاد خیلی سال پیش. حالا بازم مالزی رو بیشتر یادمه. هند 14 چیزی که همه دارن این آویزون کردن جورابه دیگه. آره این جورابا رو فکر کنم مثلا یه سنتی که فرق نداره. حالا من خودم هنوزم نفهمیدم شبای اینا هر کدوم چیه. یعنی کریسمس ایو داره نمیدونم فلان داره بیستار خودم هنوز نمیدونم چیه داستانش هر کدوم. ببین آخه توی اون کالچر نبودیم زیاد با اینکه بودیم ما ولی بازم مثلا الان اینجا هم هستیم بیشتر با ایرانی‌ها هستیم. میگم ما نوروزو میگیریم جشن. نمیدونیم البته من خودم همیشه میگم هر چیزی که آدمو شاد کنه باید اصلا باید حال کنی. ولی داستان اینه که این جورابه چیزی بود که به ذهن خود من اومد آویزون میکنن که مثلا بیاره یا مثلا
شب کریسمس میگن که بابا نوئل مثلا بابا نوئل این چی میگن؟ آره دیگه سانتا کلاus. سانتا گیفت برای میاره بچه‌ها و گیفت بچه‌های میاره، خوب. برای بچه‌های خوب از گیفت توی میاره. چیمنی میگن میاد تو، از توی آره. دودکش. آره. بعد میاد بعد براش کوکی هدیه‌ها رو میذارن، می‌ذاره. براش اسمش چیه، بیسکویت و این چیزا میذارن، کیک اینا، که مثلا داره میاد خسته نباشه کیک مثلا بزنه. کلا باحاله. باحاله. ما هم فکر کنم داریم، ما عمو نوروز رو داریم. حالا سر حاجی فیروز و عمو نوروز داستان یکی هن؟ نه با هم کار، حالا با هم کار میکن. سر نوروز خودمونم این کارو میکنیم، یعنی شهرهای مختلف و آره میریم اون چیزایی که هست نمیریم که، ولی نه نمیریم آره. ازش برمیداریم. بچه‌ها هم اگه چیزی داشتن میزنن. اگه بچه‌هایی که اینجا هستین فارسی زبونین تو این کشور هستین، این چیزایی که من در مورد صحبت کردم اگه درسته بگین درسته، اگه کامل‌ترش تو می‌کنیم برامون. ما ویوامون بیشتر از این کشورها هستش، از چند تاش، آره ولی با وی پی ان آلمان نمیدونم، ولی خب الان دیگه خیلی دیگه ایرانی‌ها آره. تقریبا همه جا هستن. دقیقاً. آره بابا هر جا میری طرف هر جا آره دقیقاً هر جا هستش ایرانی‌ها هم هستن. دمتون گرم. سال نو میلادی رم پیش آره تبریک میگیم. البته دیگه الان این پسا پیش میشه، مستگی داره این ویدیو کی ایر بشه باشه، چه پسش چه پیشش. اسم سانتا اومد. میخوایم که سانتا رو آجی سانتا رو نمیشه تو خوب هم نداری سانتا ولی آره سال نو رو تبریک میگم. جک هم تبریک و امیدوارم که سال خوبی باشه برای همه، میلادیش خوب باشه، شمسیش خوب باشه، قمریش هم خوب باشه. اپیزود امیدوارم باحالی بوده باشه. آره. مرسی. خدا.